که وارد عرصه سیاسی سال 84 بشم، اصلا من هر کاری میکردم، نه جناح‌های سیاسی نه گروه‌های سیاسی، یه سرچ بکنید شما همه سایت ها رو میبینید، همه میگفتن به به عجب آدم خوبی، زحمتکش، مدیر، بدو، پاسخگو، همه اینا بود. اصلا شما این جناح اون جناح همه این گونه بود. ولی ما از زمانی که وارد قدرت و سیاست پا رو گذاشتیم اینجا که هرگز فکر نمی کردیم، دیدیم یه دنیای دیگه پیدا شد، دنیایی که همه ی حرفایی که برای ذهنیت ها درست میشه اوجش هم در زمان رقابت های سیاسی و قدرت. و من به شما عرض میکنم همه ی حرفایی که میزنن تو این بخشا واقعا شایعات دروغه، کما که در سال قبلی گفتین من توضیح دادم. و اینطوری بگم هیچ موقع هم من درگیر این موضوع که وقت خودم رو تلف این بکنم که بخوام به اینهایی که دارن پروژه تعریف میکنن و دنبال بکنم، نه. البته به مردم حتما باید توضیح بدم، حتما اونها رو اعلام کردم و مهمترین توضیح هم این بوده که در بعضی از همین شایعات و دروغ‌هایی که گفتن، بنده خودم به قوه قضاییه خواستم که رسیدگی کنه، به دادستان خواستم بیاد رسیدگی بکنه و بابت همه این حرفا دادگاه رسیدگی کرده و اعلام هم کرده. یعنی حتی اونا آمدن اعتراض به حکم کردن، رفته تجدید نظر، بعضا رفته دیوان و محکوم شدن. ولی خلاص اینا بنا ندارن از موضوع بردارم، من هم بنا ندارم وقتم رو به اینها بگذرونم. تمایل ندید مثالی بزنید بیشتر راجع به اونایی که به قوه قضاییه سپردید و اینا؟ هر کدوم از این شاید شما نگاه کنید، بحث مربوط یادتون هست وقتی میگفتن که حقوق‌های نجومی، بعدش بلافاصله یه دوگانه‌ای درست کردن که چیز خانه‌های نجومی، یادتون هست این بحث شروع شد. خب دادگاه رسیدگی کرد در یکی از مناظرات از قضا انتخابات ریاست جمهوری میبست پیش اومد، دادگاه رسیدگی کرد، 2 نوبت رسیدگی کرد، محکوم شدن، اساسش تهمت بود. در همه موضوعات من میگم هر موضوعی که شما الان تو جامعه هست همه اینا رو من دنبال کردم و بعدم به شما بگم بعد اینکه محکوم شدن من رضایت دادم. فقط میخواستم به خاطر که جامعه روشن بشه و مطمئن باشه که بنده هرگز نه دنبال این بحثا هستیم نیستیم. من اصلا زندگیم کاره، من به جز کار به چی فکر نمی کنم. من همیشه تو خانواده که هستم، خانواده به من میگن که شما زندگی اولت کاره، زندگی دوم ماییم. ما این رو از سن 19 سالگی اینگونه زندگی کردیم، در 22 سالگی که با همسرم ازدواج کردم تا امروز خانواده من اینگونه زندگی کردن. من وقتی فرزندم به دنیا اومده 3 ماه بعد دیدمش. من همین روزا در همین هفته ها فرصت هایی هست که در هفته 2 شب 3 شب منزل نمیتونم برم، هیچ اذان صبحی رو در منزل نیستم.